بینندگان عزیز سلام، برنامه نوبتی داستان است و اینجا ما آماده هستیم پیرامون داستان نوبتی برای شما قصه کنیم. مهمان برنامه ما هستند بهروز ذبیح‌الله، نامزد علم‌های فیلولوژی، همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابوعبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. استاد شما را به برنامه خیر مقدم میگم. در برنامه پیشین ما پیرامون روزگار به سربرده بهرام گور صحبت کردیم و تا جای آمدیم که او به سن کمالات رسید و به جای خویش فرزند خود یزدگرد را همچون شاه ایران بر تخت نشاند. خوب، امروز میخوایم پیرامون پادشاهی شاه قباد صحبت کرده باشیم و پیش از آنکه پیرامون قباد صحبت کنیم دایر به روزگار به سربرده یزدگرد چند سخن گوید، یعنی که چون او سر تخت آمد چی روزگاری پسی سر کرد، چی حوادث آنجا رخ داد. و یک از خصوصیت‌های یزدگرد این بود که توانست که در 18 ساله که پادشاهی کرد همون سیستم سیاسی ایران زمین، مرزهای ایران زمین و نظام سیاسی را نگه دارد و با عدل و داد حکومت کرده است و گفته می شود بر اساس روایت شاهنامه که مردم هم از او راضی بودند، چون که پدرش بهرام گور یک پادشاه بسیار قدرتمندی بود. گفتیم که یکی از 10 پادشاه معروف ایران زمین است که در ادبیات در تاریخ نامش بسیار ذکر شده است و یزدگرد هم توانست پادشاهی خودش را با آسایش و آرامش به پایان ببرد و بعد فوت او تخت پادشاهی را به فرزندش هرمز می‌دهد. میگوید که اگر 100 بمانی، اگر 25 بباید رفتن ز جای 35. اما متاسفانه رقابت‌های درباری بین اعیان و اشراف و ثروتمندان و لشکریان همیشه در امپراتوری‌های کلان وجود داشت و هر گروه تلاش میکرد که کسی را بر سر تخت بنشاند که از منفعت‌های این گروه حمایت کند. بنابراین درگیری‌های درباری مدام رخ میداد و بعد از یزدگرد همین گونه رقابت‌ها تیزتون شد و هرمز فقط توانست 1 سال پادشاهی کند، چون وقتی که هرمز را به تخت نشاندن برادر کلانی او پیروز نام داشت و او بسیار ناراحت و خشمگین شد و او هم دعوای پادشاهی کرد و بنابراین پیروز رفت به طرف هیتالیان نزد شاه هیتالیان و از او کمک خواست. گفته می شود بر اساس روایت شاهنامه که شاه هیتال 1000 شمشیرزن به پیروز داد و او برگشت به ایران زمین و تخت را از هرمز گرفت، او را برکنار کرد ولی او را نکشت و آزاد کرد. همه گونه پیروز 11 سال پادشاهی کرد، دوران بسیار پرماجرایی بود، به سختی پادشاهی کرد تا اینکه باز نبردهای دیگر آغاز شد، تبادلات دیگر صورت گرفت در دربار و او نیز برکنار شد و به جای او بلاش برادرش را به قدرت آوردند. همین گونه قباد، شاه قباد از 20مین پادشاه از سلسله شاهنشاهی ساسانیان است که 2 بار پادشاهی کرده است. سال به قدرت رسیدن او در منابع تاریخی سال 1488 بوده است و در سال 496 برکنار می شود و دوباره به سر قدرت می رسد که این قصهش جداگانه است. استاد، سبب استاد برکناریش چی بود؟ همان گونه که در ذکر کردیم، برکناری او هم سببش همین رقابت‌های در میان دربار و در میان درباریان و لشکریان و ثروتمندان و گروه‌های با نفوذ بود که گفتیم هر کی می‌خواست که به قدرت آدم خودش را بر تخت بنشاند. اما قباد هم پادشاه بسیار زیرک و دانا بود و به خاطر آرام کردن همین وضعیت اولین اقدامی که قباد بر تخت نشست این بود که پایتخت را از استخر فارس به تیسفون در عراق امروزه انتقال داد. تیسفون هم از پایتخت‌های قدیمی شاهنشاهان ایران بود و در شاهنامه این گونه آمده است که چو بر تخت بنشست فرخ قباد، کلاهی بزرگی به سر برنهاد، سوی تیسفون شد ز شهر ستخر،
که آزادگان را بدو بود فخر. یعنی این اولین اقدام سیاسی قباد به خاطر آرام کردن و تحکیم دادن قدرت سیاسی خود بر شاهنشاهی ایران زمین بود و نتیجه خوب داد و گفته می شود بعد از گذشت 23 سال در شاهنامه 23 سال ذکر شده است، اما در تاریخنامه ها فرقیت دارد، چون سال 488 به تخت نشست، 496 برکنار شد. این مهم نیست، ولی سبب برکناری قباد این بوده که گفته می شود شخص ثروتمند یا اشراف از ایرانی ها با نام سفرای بسیار نفوذ کلان داشته و بر تخت نشاندن قباد نفوذ کلان داشت و بنابراین مخالفان و حسودان درباری از این رشک می بردن. بنابراین در بعد 23 سال شاهنشاهی توطئه ها، نیرنگ ها و فریب ها در اطراف نام سفرای زیاد می شود و بسیار نزدیکان قباد به او طعنه می زنند که مملکت را سفرای اداره می کند نه قباد. مردم هم به همین خلاصه آمدند. همی گفت هر کس که جز نام شاه، ندارد ز ایران ز گنج و سپاه. نفرمانش باشد به چیز نرای، جهان شد همه بنده سوفرای. همه گونه توطئه حسودان و نیرنگ هایی که در دربار صورت گرفت قباد را واداشت که سفرای را که یک شخصیت اعیان و اشراف با نفوذ بود از برکنار کند از دربار و بازداشت کند. اما با این هم مردم و درباریان قانع نشدند و آنها گفتند که تخت شاهنشاهی ایران زیر خطر است. تا زمانی که سفرای زنده باشد شما احتمال دارد که باز یک فتنه برخیزد. بنابراین مجبور قباد به دستور به قتل سفرای می دهد. می گوید که گرو اندر ایران بماند درست، ز شاهی بباید تو را دست شست. بداندیش شاه جهان کشته به، سری بختی بدخواه برگشته به. خلاصه با هر راه و شیوه و وسیله نزدیکان قباد او را متقاعد میکنند که او دستور به قتل سفرای میدهد و وقتی که سفرای به قتل میرسد در ایران او طرفداران زیاد داشت. در ایران شورش برمیخیزد، شورش مردمی. طرفداران سفرای آوازه میکنند و مردم علیه قباد شورش میکنند و قباد برکنار و سرنگون می شود و خود قباد را طرفداران سفرای بازداشت کرده به دست فرزند سفرای که زرمهر نام داشت برای انتقام گیری می سپارند. و در شاهنامه آمده است که زرمهر او را عفو می کند، از خون او می گذرد، قباد را آزاد می کند و قباد به طرف هیتال حرکت می کند به خاطر حمایت. در راهی که به هیتال می رفت در ده مهمان یک دهقانزاده می شود که گفته می شود آن دهقانزاده دختری بسیار زیبارویی داشت و قباد به او دلباخته شد و برگشت و از زرمهر خواهش کرد که دختر این دهقان را برای قباد خواستگاری کند و زرمهر هم میان روی کرد و آن دختر دهقان را خواستگاری کردند و قباد با آن دختر ازدواج کرد. قباد با دختر دهقان ازدواج کرد و به طرف هیتالیان رفت، پناهنده شد و او از هیتالیا، شاه هیتال درخواست کمک کرد، کمک نظامی کرد که دوباره به پادشاهی برگردد. همین گونه به همین سبب ها قباد یک بار برکنار شد تخت شاهنشاهی. یعنی که صد باز قباد با همکاری مثلا همسایه کشورها بر مقابل برادر خود لشکر میکشد. بله، او از دربار با از هیتالیان درخواست کمک میکند. هیتالیان هم یک گروه بودن، ایران زمین بود، در شرق ایران زمین و هیتالیا با او کمک میکن. او با لشکر از هیتال به
سمت ایران زمین حرکت میکند و در راه سفر به همان ده میآید که ازدواج کرده بود و یک 2 سال سپری شده بود از آن زمان تا او لشکر جمع آوری کرد، کمک که نظامی گرفت و میبیند که همسرش یک کودک تولد کرده است، طفل تولد کرده است و او آن طفل را کسرا یا کسرا نام می نهد و بسیار خرسند می شود. و وقتی ایرانیان و طرفداران قباد میشنوند که قباد با لشکر از حیتال برای گرفتن تخت برگشته است، از ایران هم طرفدارانش با او جمع می شوند، لشکری کلان فراهم می شود و بزرگان ایران زمین نزد او می روند به دادخواهی، میگویند که به جای خون ریختن بیگناهان بهتر است که اگر بخشش کنی درباریان را، کسایی که در برکناری شما نقش داشتن آنها را ببخشی، مردم را ببخشی، ما بی جنگ تو را دوباره بر تخت پادشاهی می نشانیم. گناهی بزرگان ببخشید شاه، ز خون ریختن کرد پوزیش براه. ببخشید جاماسب را همچنین، بزرگان برو خواندند آفرین. بیامد به تختی کی برنشست، ورا گشت جاماسب مهتر پرست. این بار قباد به جنگ با میان روی بزرگان و درباریان دوباره بر تخت نشست و جاماسب هم قبول کرد و جاماسب هم وزیر او می شود، همراه او می شود و دوباره دوره دوم پادشاهی سلطنت قباد در ایران زمین شروع می شود که از سال 498 تا سال 530 در تاریخ نامه ها ذکر رفته است که پادشاهی می کند. قباد در زمان به قدرت رسید که شاهنشاهی ساسانیان در حال زوال بود. درگیری های درباری و داخلی و منطقه‌ای، این یک امپراتوری بسیار وسیع بود که از یمن تا قاشقر و تا قفقاز در بر می‌گرفت، این طرف تا سرحد چین و هر گاهی که هر امیرزاده در گوشه و اطراف این امپراتوری قدرت پیدا میکرد یا گرفتار یک فتنه میشد، سرکشی میکرد، مجبور بودن که از پایتخت با آنها درگیر شوند. همین گونه حالت ها در همین امپراتوری کلان تیز تیز رخ میداد و نه همه پادشاهان و شاهزادگان می توانستند که اوضاع سیاسی را نظارت کنند، هدایت کنند و قباد توانست. قباد از پیش از قباد 4 نفر از برادر و برادرزاده هاش بر اساس تبادلات برکنار شده بودند و او بسیار با تدبیر بود و طوری که گفتیم اولین کار کرد پایتخت را دیگر کرد. این هم به خاطر آرام کردن وضعیت بود و کم کردن نفوذ و در دور دومی که به قدرت رسید قباد توانست که همین فتنه های درباری را کم کند و در دوره دیومش با قدرت 43 سال حکومت کرد و همه را زیر نظارت گرفت و ایران زمین در آرامش به سر برده است. و یکی از انگیزه های نزدیک شدن مزدک در زمان قباد ظهور کرد و